خوش اومدید به اولین ویدیو یوتیوب من که هم به زودی هم اسپان شدیم و من آرتینم و همین امروز چنل یوتیوبمو زدم و برای کیفیت بد صدا واقعا عذرخواهی میکنم و الان اومدیم که اولین ویدیو یوتیوب منو ضبط کنیم. خب اولین ویدیو من همونطور که میبینیم ماینکرافت، ولی با ماینکرافت معمولی فرق میکنه. حالا چه فرقی میکنه؟ این فرق وقتی شما اسپان میشین، دقیقه اولی که اسپان میشی یه چست بغلتونه که وقتی رو چست کلیک کنی یه استک از تمام آیتم های مورد نیاز ماینکرافت به علاوه 3 استک چوبم داریم. حالا این چالش چجوریه؟ به غیر از اون که باید مثلا بریم بکنیم دیگه، خب ما این کارو نباید بکنیم، ولی ما باید خب بازی رو تموم بکنیم که این چستا رو ما الان خب داریم. درسته ما الان اینا رو داریم، اینا هم دستمونه که خیلی اینا مهمن، ولی خب حالا باید چیکار کنیم؟ ما اینا رو خب حالا میذاریم اینجا، و با این سه تا استک چوب باید ما بریم خونه بسازیم که حالا چی اتفاق میفته. ما این چستم برداریم. ما الان هدفمون اینه که بازی رو تموم بکنیم. حالا بازی رو چجوری باید تموم کنیم دیگه همتون قاعدتا میدونین، هر کسی که باید اندر دراگون رو بزنیم. حالا اندر دراگون حالا چجوری باید بزنیم اون دیگه تو ادامه خواهید دید. تو چی میگوین؟ یه ادامه خواهید دید که باید چیکار بکنیم. ولی خب با این آیتما خیلی راحت تر میشه اندر دراگون رو زد، کش یا هر کاری کرد و خیلی. حالا ما هدف اولمون چیه؟ هدف اولمون اینه که مثل بقیه پلیرها یه خونه بسازیم دیگه. با این سه تا استک چوبی که ما داریم یه خونه بسازیم. خونه هم ولی حالا اینجا زیاد محیط مناسبی نیست، چون اینجا زیاد صاف نیست و پر درخته و این اگه ما این چالش رو نداشتیم خیلی میتونست بهتر باشه که ما این درخت ها رو میزنیم. ولی خب وقتی ما سه تا استک چوب داریم دیگه خب نیازی نیست که ما بیایم و این درخت ها رو بزنیم، چون دیگه چوب به اندازه کافی ما داریم. بعد الان بریم یه زمین مناسب پیدا کنیم که چوبه که خونه بسازیم. عذرخواهی میکنم که بریم و خونه بسازیم. استیکم گرفت. این گوسفنده هم باید بزنی. حالا چرا؟ چون هم گوشتش رو میخوایم، هم برای چی بود هم برای اینکه پشمشون رو میخوایم برای ساختن تخت و هرچی گوسفند دیدیم ما باید بکشیم. چون هم دیگه بریم اونورتر ببینیم چیکار باید بکنیم. یه زمین صاف گیر نمیاد اینجا. ای خدایا. اون برم یه قاره که با زغاله که ما الان نیازی نداریم اصلا. اینجا بهترین جای برای ساختن خونه. خب ما اول بیایم یه دونه کرافتین تیبل درست بکنیم. اینا هم بذاریم بالا، خاک و دونه و چست و اینا رو بذاریم بالا. یه کرافتین تیبل درست بکنیم. کرافتین تیبل رو میذاریم اینجا. یه بیل باید اول درست بکنیم که این خاکا رو بتونیم خیلی سریعتر بزنیم. نمیدونم اینطوری بود ساختنش، ما میذاشیم اینجا. آره بیل اینطوری بود. خیلی خوب ما اینا رو بزنیم. سریع این خاکا رو بزنیم تا شب نشده زامبیا پدرمون رو درارن. و بچه ها اینم بهتون بگم که دیفیکالتی روی نورمال هستش و دیگه رو نورمال دیگه. یه حرفی چه بزنم نورماله. حالا ما تا اینا رو بزنیم من درباره کانالم بهتون توضیح بدم. خب این کانال که میدونین سولز آلتین که اصلا اسمش معلومه از سولز لایک میاد و خب من چون بازی سولز لایک رو دوست دارم و خیلی به سولز لایک علاقه مند هستم از این اسم استفاده کردم. ولی خب ما فقط
گیم سولز لایک قرار نیست بازی کنیم. اول ما باید بریم چیکار کنیم؟ بیلمون هم شکست. اول ما باید چیکار کنیم؟ اول من سعی میکنم این واکتورهای ماینکرافت رو اگه شما حمایت کنین و دوست داشته باشین اینا رو ادامه بدم، واکتور ماینکرافت رو. و اگه واکتور ماینکرافت تموم بشه یه گیم جذاب ترسناک داریم که فکر کنم الان بدونید منظورم چیه. یه گیم جذاب ترسناک اگه از این ماینکرافت حمایت کنیم که ماینکرافت میریم هیچی، اگه ولی حمایت نکنیم سعی میکنم از یه بازی ترسناک خیلی خفن که خودم به شدت علاقه دارم به اون بازی اونو بریم دیگه. اون به نظر من اون خیلی جذاب. ولی خب حالا برای اولین ویدیوی کانال من که ماینکرافت شروع بشه به نظر من بهتره، درش خیلی گوشه شد، اینجا به نظر من بهتره. بله. و این چالش خیلی راحت تر میکنه بازی رو. ولی خب دیگه باید بریم اندر دراگون رو بزنیم که توی چند پارت اگه البته شما دوست داشته باشین این اتفاق میفته. اگرم که دوست نداشته باشین هیچی دیگه، همین اولین واکتورو از ماینکرافت چنل ما باقی میمونه و این میشه اولین ویدیوی کانال من که من خیلی دوست داشتم این کانال رو زودتر را بندازم. ولی خب دیگه و همین امروز تصمیم گرفتم که این کانال رو را بندازم و امیدوارم که شما از این کانال لذت ببرین و دوست داشته باشین. خوبه نه یه دونه دیگه بیام بالا. آره یه دونه دیگه. امیدوارم که شما دوست داشته باشین این کانالو و البته ماینکرافت رو که بریم اگه شما دوست داشته باشین البته ماینکرافت رو اگه شما دوست داشته باشین که میریم هیچی، اگرم نشد که بازی ترسناکی که بهتون گفتم و میریم و سعی میکنم واکتوروهای سولز لایک مثل دارک سولز که من خودم اگه از پروفایل کانالم دقت کرده باشین من من بازی سولز لایک دارک سولز 1 و عاشق بازی دارک سولز 1 هستم و خیلی به نظر من بازی خوبیه و عاشق اون بازی هم. حالا فعلا این خونه هم داره ساخته میشه. اینم آخر دوتا اینجا هم پنجره بذاریم که زامبیا اسپان نشن سرویسمون کنن. البته میتونیم با زغالایی که داریم تورچ هم درست کنیم و بذاریم خونه. ولی حالا فعلا کرافتینگ تیبل رو بذاریم اینجا. یه در اینطوری بود. آره در اینطوری بود. وایسیم ببینم میشه من این کارو کنم. کجاست؟ کجایی ای کجایی؟ آینا. البته 3 تا من میخوام. آخ 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 شبم شد. و البته یه چستم وای چوب نداریم. چوب چیکار کنم؟ واسه بریم یه ذره چوب بزنیم. یه چوب بزنیم یه چستم درست کنیم. یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه یکی دیگه. خیلی خوب. بودو که زامبیا بیان با این آیتمایی که داریم پارمون میکنن. یه دونه چست. حالا فعلا همین چست خوبه. یه چست دیگه هم که داریم
تختم نداریم تخت درست کنیم. پشمم نداریم تخت درست کنیم. تختم نداریم تخت درست. چوب. خیلی خوب. ببینیم بریم گوسفند پیدا کنیم. یا خدا کریپر و کریپر. کریپر برو ور. بیفانوس برو ور. آخ ترکید. او ویچ. ویچ به این سرعت. آخ آخ آخ. آخ آخ نمیره. ویچ خدا لعنتت کنه. آقا ویچ به این سرعت تو این بازی مگه میشه؟ میشه. آخ 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 آخ. البته آیتمامو گذاشتم اونجا ولی حالا لعنت بهت. خونم. آخ آخ آخ. از اینجا باید اما خدا رو شکر همین نزدیکیست. آخ فکر میفتیم تو آب. سریع بریم داخل آیتممون رو برداریم. بعد صبح بریم دنبال گوسفند. اه زامبی. وای وای فکر با یه تورچ بسازم بذارم اینجا اصلا. بمیر دیگه لعنتی. چون نمیخوام مرد. قواردن سختر بود کشتن. نمیمرد لعنتی. واسه چند تا تورچ درست کنم. اولین استفاده ما از ماینکرافت، از چالش هم ماینکرافتی. تورچ درست کنیم. آخه بهتر شد بابا. سرویس شدیم. یه دوتا شمشیر هم درست کنیم. شمشیر خب ما که آهن داریم. بذار شمشیر آهن یه دایمندی درست کنیم. دایمندی ندارایتی الان نمیشه درست کرد. البته یه دایمندی درست کنیم. شمشیر کلا 3 تا دایمندی میخوام بزنم البته اگه دایمندم تموم نشه. یا میتونیم یه ویلیج پیدا کنیم بریم امرالدا باهاش ترید کنیم. با ویلیجر ترید کنیم. امرالدا آرمون و سلاح دایمندی بگیریم. این کارم میشه کرد چون امرالد دیگه استفاده خاصی که نمیشه کرد. آره این بهتره. بذار اول با آهنمون یه چند تا ست درست کنیم. این کفش، کلاه، اینم شلوار، اینم شمشیر. خب بپوشیم. دست چپ شمشیر و دست راست باشه البته. این فعلا بذاریم اینجا. آهنمونم برگردونیم. سری صبحم نمیشه لعنتی. البته آرمانینا داریم میتونیم. ویچ مردک. همینطوری دلم مونده بود یه ذره باید بهش بزنم. وای حواسم نبود. فکر نمیکردم زنم خالی باشه. فکر میکردم زیرم خالی باشه. آی با وایستم صبح شه برم بردارم. بودو نموردی بودو. مجه گوشه رو نمیذارم بپزه به نظرتون. عقلمون کمه دیگه. وای مردیم. اشکال نره دم خونه مردیم. بابا یه تخت سری باید بریم یه تخت درست کنیم. اسپانمون از اونجا شو بابا. چی هم نمیبینم. خونم کو. خونم کو. وای خونم گم نکنم. خونم گم کنم بیچارم. همش آیتمام اونجاست. میذاره بالا.
اینجاست. خونم. آی خونم نباید گم کنم. کریپرم که همش اینجا سرویسمون کردن این کریپرا. وای اون آرمورام، سلاحام، وای کار احمقانه کردم اومدم بیرون. وای ده گوسفند، اینا رو باید بکشیم سریع، هم برای غذا هم برای تخت میخوایم. فقط یه دونه گوسفند. آها یه گوسفند دیگه با گوشت خودتو کشتم. حالا باید بریم خونمون رو پیدا کنیم. آها اونا خونمون اینجاست. اینجاست بدو. بدو. وای آیتمام اونجاست. با وایستم صبح شه یا نه برم. نه بذار برم. همینجاست. آخ بیبی زامبی. بیبی زامبی برو گم شو برو. بیبی زامبی. نه کریپر رو مخترن. لعنت به الان تو خونم بیبی زامبیه. بس میون پارت میکنم. بس نزدیک آبم ساختیم. این ترایدنتش داره پارمون میکنه. وای خورد بهم. وای چرا اینطوری من دارم بازی میکنم؟ بدو. آها صبح شد دیگه لعنتی. بدو. بردا. آها بچه زامبی. آها وای یه دونه قلب دارم. یه دونه قلب دارم. با برم سری سنگ پیدا کنم. غذا هم باید بپزم. وای چیکار میخواستم کنم؟ تخت بساز. وای بالا بود. یادمونم رفته. بخواب. آها صبح شد. وای بچه ها پارو شدیم بچه ها. خیلی خوب بچه، امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. اولین ویدیوی من تو این کاناله. و اگه دوست داشتین حتما لایک کنین، کامنت بذارین، چنلم سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.